بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های گرامی. خدا کنه که خوب و جور و صحتمند باشید. عیدتان مبارک باشه. روزه و نماز و طاعات و عبادات و تهجدها و رکوعا و سجودا و تمامشان قبول درگاه بی‌نیازی باشه. ما خو همیشه دعا میکنم که همین یک ماه مبارک رمضان پروردگار عبادات ما را قبول بکنه، ناچیز ما را همه چیز بسازه به درگاه خودش و چی یک عید مزه‌دار است، چی یک کیف کردیم امروز. نماز جمعه هم رفتیم، نماز صبح هم رفتیم ادا کردیم دیگه، بخیر برآمدیم بازار که مردم خود یگانی مبارکی بکنیم. دمی باره لباسای ما یگان نظر باز بتین دیگه، به خاطر که ما اولاد غریب دیگه دیگه اگه کالا بکنیم دیگه بس خلاص دیگه کالای ما امو مشخص هست. زیاد علاقه ندارم برای کالا جور کردن اینا و ولی خب ایدا دیگه باید بکنیم، چون هرچی نباشه اید تحفه پروردگار هست. اید باید خوشی بکنی، باید لباس نو بپوشی، باید با مردم خوشحال باشی و آشتی بکنی و قهر نباشی، رفت آمد بکنی. اید به می هست، چون یک ماه عبادت کردیم، پروردگارم پاداشش بر ما میده، تحفهش بر ما میده. و خدا کنه که امروز برنامه‌ای که گزارشی که براتون ثبت میکنم مورد پسندتان قرار بگیره. آمدیم طبقی که شما میبینین، آمدیم چهارراهی پل سرخ. این منطقه را من زیاد دوست دارم، همیشه که میایم اونجا جمع جوش هست و با مردم خود که صحبت میکنم در این منطقه زیاد لذت میبرم. خداییش من خواستم امروز بیایم همینجا صحبت‌های خود بخیر آغاز بکنیم. امی دوستای ما که مسافر هستن، من خب میفهمم که دلتان نمت میشه. من خودم مسافری کردم و میفهمم که بسیار مشکل هست و خدا کنه که بتونیم امو یک کمک بسیار یک ذره امو زنگای دلتان رو بکنیم، امو خاطراتتان رو تازه بکنیم، امو یاد گذشته ها رو براتان دوباره در ذهنتان بیاریم که یک مرور بکنیم. تلاش ما بر از می است که کسایی که مسافر هستن ما براشون گزارش قسم بگیرم که هیچ مسافری رو نفهمن، فکر بکنن که فعلا دم پل سرخ موقعیت داریم. من از همون خاطر همیشه براتون میگم که در هر منطقه‌ای که شما دوست دارین برام کامنت بکنین، ما در اون منطقه میریم و براتون گزارش تهیه میکنیم. چون ماهایی که در افغانستان هستیم هستیم دل ما شد هر طرف میریم. کسایی که مسافر هستن دور هستن، هر موقعیت که می تابتون خواست دلتون خواست اشتیاق شده بودین سر بنده امر بکنین و بنده در خدمتتان هست. صحبت‌های خدا بخیر آغاز میکنم. خدا کنه که برنامه مورد پسندتون قرار بگیره. احمد نوید بیننده باشید. ایام شریف وقت عبادات روزه و نماز قبول بده. داخل حاجی و بازی ها باشی. خوب است ان شاء الله. شکر الحمدلله. چی حال داری؟ شکر بخیر هستی؟ شکر الحمدلله. رمضان شریف بخیر سفری کردی؟ شکر بخیر خلاص. چطور که شیشته بودی در چرت بودی؟ چی چرت میزدی؟ عده تلفن کار میکنم. خب خسته ان شاء الله. شکر الحمدلله. همینجا کس خودت هستی؟ بله. بشک والا بشک. چند رقم نان داری؟ والا داشتیم خب فعلا زیادتری چه خلاص کرد. خلاص کن. امشب دیگه خوب خرید بوده؟ والا امشب خوب بوده که. چند بجه کار کردی؟ تا صبح تا 11 بجه بودیم. اینی می وقت کار است دیگه، خود می وقت کار. اینا این امشب هم بخیر میاین دیگه تا شام دیگه. از صبح تا چیز فروختی؟ از صبح تا بالا 400 400
چطور شروع کردی روز اول ایده؟ خوب است دیگه. مطب دلت هست نه هست چطور تو دیگه در کار اومدی نه دیگه جای رفته میشه نه ما خو غریب کار مردم هستیم ما خو قبلا هم یادآور شدم که ما که هستیم سرباز و عسکر وطن دارستیم کام اومدی خدمت میکنی مجبور هستی که مشتری که اومد دیگه دست خالی نره از ما هم دیگه وطن دارا منتظر ما هستن که ما هم دست خالی لایشو نمیکنم چی گفتنی و چی پیام داری برای مردم؟ والا پیام خاصی نداره. امی عید امروز چی رقمی دیدی؟ والا خوب است دیگه مردم رو تسلیل کردن. خیلی ببینی ایدای سابق چی رقم بود چیزی یادت خوب بود مونده؟ ایدای سابق هم خوب بود حالا هم خوب است. خدا رو شکر بعضی کسا امروز تجلیل کردن بعضی کسا دیگه نکردن در یک شهر این دلیلش مثلا چی رقم؟ والا بود دیگه تعلق به خود مردم داره. خدا برای ما کمت که نکنه. دولت گفته دید است. خیر ببین ما زیر هر پرچمی که زندگی کردیم دیگه باز نظر اون پیش میره والا خدا کمت نکنه بدر جان ان شاء الله در کار بارتان برکت خدا زنده باشی بندازه جان. خیر نصیبتان چطور هستی؟ و علیکم السلام ایام شریف عیدت مبارک عید باشه شما مبارک روزای نماز قبل زنده باشی روزه و نماز خودت کن تشکر خوب هستی؟ باش جانت جور است چی کار بار میکنی؟ در پل سرخ چی میکنی؟ بالا سر خیلی کد مامای مثلا دکان پیش میبرم خب ایمامویت میشه؟ بله شاکت والا نه یگانی دیمی دیمی تیت یا نه بله گرفتی ازش یا نه؟ چند گرفتی راست بگو؟ ساعت یکنیم ساعت برای بست از دیگه در دوره ما ایدی چند بود 10 روپه ما رو 10 روپه میداد دیگه دونم یک 10 روپه که خوشحال بودیم بازورم چی میکردیم میرفتیم بودی پران میخریدیم دونم 10 روپه دونم ساتوری خودم مقصد میکردیم خوشحال بودیم 10 روپه که جمع میکردیم یک وقت سعی میکردیم 100 روپه شد دیگه خوب است کار باران بیشک والا مکتب هم میری بله صنف 7 شده میسال ماشاءالله چندم نمره هستی سوم راست بگو حال دیگه سوم درست میگم خب هیچ از سیوم تا پایین اومدی نه خیر بالام نرفتی دم یک ردیف هستی متوسط بشک چی یاد گرفتی از مکتب؟ من چی بفهم که تو سیوم نمره هستی؟ یاد گرفتم درس ها مثلا از کتابای دری یگان شعر میریش یاد داری؟ بله نه دیگه ما ببینم که تو راستی سیوم نمره هستی یعنی بخوان برام تا حالا در فکر مانده است و 4 تا 5 این از 4 یا 5 اما حمد شریف که در اول کتاب دری سمیشه برام ثنا و حمد به پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را این شکم از یادم رفته دیگه خود بخوام یک شعر خوبش یاد دارم دیگه بخوام میگه تو نیکی میکنی و در دجله انداز که عزت در بیابانت دهد باز میگه وقتی که تو نیکی میکنی و پس یاد نکنی و کسی که بدی میکنه فراموشش کن خیر ببینی تو نیکی تا بند بکو در دجله در دریا بنداز در بانش که بره دیگه صحیح نه؟ و کسی که برات بدی میکنه فراموشش کن بشک بچه جی چطور هستی؟ یک دستمال خوبه این دستمال هم میخرم خوب هستی؟ خوبه جانت جور است؟ خوبه چیل داری؟ همین جگه که استاد باش دستمال هم ازت میگیرم چی گفتنی داری برای همسنای خودت؟ برای همسنای خودم گفتنی دارم که وقت خودت زیاد در موبایل چیزا تلف نکند درس خدا نبخواند همیشه کامیاب و سرفراز باشد خیر ببینی مرا چک نبند بشک دستمال بشک وطن دارای نازنین من تازی برادر چی میدان دستمال میخرم شما ایدان تصاویر پل سرخ ببینو ما رو ببیننده باشید ایام شریف بدر عیدتان مبارک حاجی کوفا جور هستی ایام شریف عیدتان تبریک
روزه و نمازتون قبول. الله اکبر. یک قدر صداها زیاد شنیدیم که بیخی خسته شدیم. دیشب ولی خیلی هر طرف مطافی بازار خیر بینید. ما اول دیشب نفهمیدیم که برای فردا عید است. همین سر صدا ما رو بسیار بر خطا ساخت. این بلاک‌ها یکان سالمندا و پیرا زیاد هستن. خیر بینید. خاطر اینو اذیت میشن. ما دیگه یک قصر صدا شنیدیم دیگه قدر سالا بحث ما دیگه بیخی سر صدا بعد آدم میآید. اما تو نیست؟ همین مارگزیدگی میگه از رسپان دراز و میترسه. حالا تا تق تق میشه میگیم حتما حالا باز کدام گپ شده. خب بگذاریم بیا خیر است. تو آغاز کردی روز اولی ده بخیر. حالا با نیت پاک با طاعت بالا کلی ما قبول باشه. الهی آمین. روزه نماز ما رمضان شریف دیگه بخیر چپک دی خلاص شده. ان شاء الله یعنی یک ماه روزه است نماز کلگی قبول شود. چی گفتنی داری برای مردم ما؟ مردم ما گفتنی است که بدن جور سهمند باشن دور از بلای باشن که از بلای آسمانی و زمینی. الهی خیر نصیبت بیادر. عید بخیر سپری کنن. بخیر باشه. ما هم دعا میکنیم که شما هم بخیر. همین سه روز دیگه. سال نو پر از برکت پر از صلح و آرامش باشه. الهی آمین. الهی آمین. یک آرزوانی هم ان شاء الله. برای خودت هم دعا میکنیم که پروردگار کمکت کنه رزق و روزیت هم زیاد بکنه و همین سه روز عید به خوشی و لذت تیر کنی. جور باشید. خیر نصیب. خدا کمتون نکنه. بخیر باشه. خیر نصیبتون. صحبت‌های خدا می داشته باشیم. خانه‌تان آمد بیادر. صحبت‌های خدا می داشته باشیم. ما رو بیننده باشیم. شاد بادار روزه و نماز قبول خوب است ان شاء الله. جانتان جور است. چی حال داره؟ حالتون خوب است. شکر فضل الله است. خوب هست ان شاء الله. شکر بخیر باشید. رمضان شریف با بخیر سپری کنید. بخیر سپری کنید بخیر بخیر خوب روز ماه خوب بود خوب برکت بود خوب ما است برای کلگی برای کل جوانان یک برای مردم است ماشاءالله بشک. روز اولی ده چطور آغاز کردی؟ روز اولی ده بخیر خوب سپری آغاز کردیم بخیر. عید خو کردین؟ نه عید کردیم. آخه بعض ما ایران هستم که چطور بعض مردم عید کردن و بعض مردم عید نکردن. بعض مردم منتظر عربستان هستن و امروز روزه گرفتن و بعض مردم هم عید کردن. این حالی کسایی که عید کردن خب ما شما زیر پرچم که زندگی کنیم مناظر بونمو باید زندگی کنیم. بونمازی باید پولگی دیگه رو متعید کنه دیگه دم جوز. خیر. این حال خیر باز که کسایی که سبا عید میکنه که تازه ما شما عید میکنیم. 4 روز عید شود چی گپ؟ 4 روز بخیر شود. بشک. چی مفروشی؟ جلبی مفروشی؟ جلبی یعنی ماهی سه خلاص بخیر. قیمت‌های جلبی کیلویی چند شده؟ جلبی 120 روپیه ماهی است. دوستان نه بشکتان والا بشکتان. ایام شریف ایام شریف نماز قبول از کلگی تمام افغانستان تمام مسلمین تبریک باشه از خدا که تام تبریک دیگه جور خاصه تبریک باشه. بخیر باشه یه رقم میدامد بشکتان است من میگم اینمی که تو تب خوش اومدین خیلی مرا مزه داد. خیلی تشکر زنده و سلامت باشه خواستم ببینیمتون یک تبریکی به تمام ملت افغانستان بتون. خیر نصیبتان. ما هم به نوبه خود برای شما هم تبریکی میدیم و کسایی هم که مسافر هستن وطندارای ما که دور از افغانستان هستن و از این لذت‌ها و از این جمع و جوش‌ها دور هستن با اونام تبریکی میگم و خدا کنه که می 3 روزی ده مملو از محبت و صمیمیت و دوستی و رفاقت سپری بکنن. آمین. اومدین بخیر که لپ چپا بگیرین. بریم یک امام بریم یک سونا بریم یک امام کنیم بعد از بریم کالا رو بپوشیم خانه خسر میریم. از موقع نمیشه دیگه. بند هستیم. خیلی دیگه شما جلبی و مایا رو وقت بردین. بردیم.
شما اشتیاق دارین که براتون بگم. خیر نصیبت بیادر. بخیر. او دیگه اوی که در خانه خسرو میره دیگه او مزهش حساب دیگه جداست. از او خودت هم خوردی یا نه باز؟ والا نخوردیم، عین وقت خدا برش دادیم. زور از سر ما. چیزی نگاه نکرده؟ نه. خودت هم نامزاد هستی؟ نه خیر نه فعلا نه تصمیم میشه. خب بگی نامزاد چه که بفهمی یک نان چند فطیره است. والا تو عین سه فطیر شدن سر ما. بازم شکر است که خوب هستیم، آرام هستیم. اینمی کلی چیز است. صحتمندی تمام چیز برای ما میکسه. ان شاء الله ما چی پیام گفتنی برای مردم ما داری؟ پیام ما اینمی است که تمام مسلمین باید یک دست شوند به خاطر آبادی، به خاطر سرسبزی، به خاطر آرامش همه مسلمین باید کوشش کنن. تا کوشش نکنن هیچ چیز به دست نمیارن. باید خود ما دست به دست کنیم تا هم یک سازش مکمل افغانستان از سرپای بسازیم. ما جوانا هستیم، ما جوانا باید نسل جدید ما هم هستیم. ستونای خانه هستیم دیگه. اگه ما نباشیم خب ما خودم دکتر هستم، بخش استوماتولوژی، دکتر دندان، نمایندگی کارتای مثل نمایندگی تمام افغانستان ما تخفیف ویژه دادیم، چون نمایندگی 3 نمایندگی دارم شکر الله الحمدلله، و برای تمام مسلمین هر همکاری که حدث می برشان میکنم. خدا یارت والا. من حتما پیشت مراجعه میکنم. هم یک دندان بغلم خالی است، حتما پیش خودت پرش میکنم. از شما بخیر رایگان نه بخیر ثبوت رایگان نه، به خاطر حتما پیشت میایم. شما که هستین سربلندی ملت ما هستین، شما هستین امو چی می خبررسان تمام افغانستان هستین. همین شما هستین که دندانای ما مردم هم سالم است. خدا خیرتون نکنه. چی خدمت خیلی خوشحال شدیم. یک جان تشکر. بخیر باشین. خداحافظتون. عید خوب و خوش داشته باشه. این جوانای ما ماشاءالله، ما هم تو مردم تبخوش هستیم، ما اینم تو مردم خوشحال هستیم، ما در قصه هیچ چیزم نیستیم. اینم تو که جرأت نداشتی در اشاره افغانستان کی میشه دیگه که باز آدم کی دیر کدام میتونه. صحبت‌های خدا می داشته باشیم وطندارای نازنین. نام خدا بازارها خوب جمع جوش داره. ببینیم که دیگه چه قصه ها داریم. ما رو بیننده باشه. بیننده های بی‌نهایت مهربان، شما دیگه خودتان میبینین ما کجا آمدیم. هیچ کابلی نیست، هیچ افغانی نیست که ایره ببینن و نفهمن چی است، و هیچ کس هم نیست که ایره دفعه مزهش نچشیده باشه. و خصوص دوستای ما که مسافر هستن، حالا دیگه وقت عزیز مچم شما اونجا انداختم، میتونین نمیتونین. سلام علیکم. بیدار جان خوب هستین ان شاء الله؟ خیرتی هستین؟ بخیر هستین؟ چی حال دارین؟ شکر. خوب هستین ان شاء الله؟ اولا خب ایام شریف و عیدت مبارک شما باشه. تبریک باشه. همچنین هم سال عید شما سال خوبی داشته باشید. بخیر باشین. خداوند تمام عبادات و تمام روزه و نمازتون رو قبول داشته باشه. حالا فعلا سمنک مفروشی، یک روز ما خود ده جمع ببینیم. خدا کنه که بخیر حاجی شوی. خوب هستین ان شاء الله؟ چند بجه صبح اومدی تا حالا؟ حالا صبح 8:30 اومده. ماشاءالله. چطور شده؟ چیز فروخته شده؟ شکر الحمدلله. خدا شکر. تا چند بجه باز هستی؟ باید تا می آذان شام دیگه هستیم. بشک. حالا نگفتی که دانه چند است؟ قیمت‌هاش چی رقم؟ خرد و کلان داره، پیر و جوان داره، چی رقم؟ یک سایز است. قیمت 100 افغانی است. هر کدومش که دلش بگیره. خب او یگان تاش که بلند است، یگان تاش پخش است، فرق نمیکنه. نه. اصل دیگه مهم گندمش. مهم گندمشو امی دنبه ریشه. از این هم ریشه کشی میشه. باز برای سمنک پخته کردن هم میبرن، هم برای سرخان میبرن، سر سرخان برای سال نو. بشک. همین سر سرخانم دیگه یک نمود خاص داره. نمود خاص داره. خیر ببینی. دمی خانه خریدن یک دانه موندن، ما اون روز گفتم اوریل سمنک بندازین نه. خیره چطور کوردی در روی میز موندی رو چی میکنی؟ من نمیفهمیدم. نگو کیره برای روی دسترخوان میگرفتن. همین سیاسرای ما شما خب بسیار با سلیقه هستن. ما شما خدای سرا کی بلد هستیم. هر کی رو برای کار ساختن. واه دیگه دم کار خودشون استاد هستن. از این برام بگو که چقدر وقت پیش ایران انداخته بودی؟ چقدر گندم انداخته بودی؟ این مدت 18 روز میشه که ایران انداخته. ماشاءالله 18 روز پیش دیگه. 18 روز پیش. بشک والا.
چقدر گندم انداخته بودی؟ والا ما خو یک هر سال کارم میستک هر سال می 4 سال نو یا 5 روز که میمونم همینجا میایم جای اینجا سال جای دیگه مشخص است. اینجا آوار میکنم کلا گیام مشناسه دیگه مشتریای ثابت خود داری. میایاس حالا برو پیش بیادر یک جانم هر سال چیزا بیار گندم بیار دیگه. درست باز هر بشقاب از این چقدر گندم داره و 2.5 گلاس چای خوری خب گندمش هست خیلی و مدت که شاید یک روز 40 روپا و 45 روپا و 30 روپا هم چیزا یک شد. در 5 روپه ظرفش میای گندمش میای خیلی آخه یهو میخوره کلان میشه. خانه خودم دورش میکنم هر سال میارم همینجا بشک است. خدا کمت نکنه بیادر بشکت است. خیلی یک کار لوکس میکنی و همین سفرهای ما رو مقبول میسازی. خدا کمت نکنه. بهار نو دقیقاً همین سبز چیزی که سبز شوه خودگه دمی سال نو چی مزه میته کدام سنش سعی کنه مثل کمیال ما دیدم دیگه شوق پغمان و قرقه در سر مزه چیز گفتنی و پیام اگر برای مردم ما داشته باشیم ما در خدمت هستیم. خدا کمت نکنه بیادر جان خیلی خوشحال شدیم. خدا کنه که عید خوب باشه سپری و خیر باشید. نباشی. خیر بخیر هستی. صحبت بکنیم یک دقیقه. مشکل نداره. خوب هست ان شاء الله. خیال داری؟ خدا رو شکر. جان جور است. خیرتی. شکر. اول خو عیدت مبارک. عید شما هم مبارک. خدا کنه که یک عید خوب و خوش و مملو از محبت سپری بکنیم. همچنان لالا کلگی ما. همین روزا اونم از ما قبول در قبول باشه. خوب هست ان شاء الله. خدا رو شکر. الحمدلله. خدا رو شکر. رمضان شریف بخیر سپری. بخیر. گذشت. چطور بود؟ خوب بود. امسال که اصلا فهمیدنش باز در بین کار که باشی و هم در بین تو چیزا باشی خود دیگه بیخی نمی‌کنی. خود دیگه خواب کار است دیگه چی تو کنی؟ دقیقاً. روزای رمضان شریف باز از چند بجه تا چند بجه کار می‌کنی؟ از ساعت‌های 10 بجه می‌آمدیم تا 8 شب. همین هم که مشتری صحبت بکو هم پاکوری کو هم بچین. دیگه ما کار است دیگه. راستی هم که تا زحمت نکشی که این شرایط دار است دیگه. دقیقاً. امروز بخیر تو آغاز کردی. امروز خوب بود دیگه. چیزی فروختی؟ خدا رو شکر بد نیست میخرم. بعضی کسا این میونه دیگه وقت زدن است. نه دیگه خوب. یا خلاص شده. نه خوب است. است هنوز. مقصد نه دیگه در بعد سال امسال کار نبود. ذره ضعیف‌تر. ما مردم اقتصادش ضعیف‌تر است. راست میگی. چقدر وقت میشه که میوه فروشی؟ نه یک 10 سال 8 سال میشه. امی بچه فیلم از میوه کدام است؟ قیمتی ترین میوه در بین از میوه کدام است؟ قیمتی ترین از این آناناس اون وان خلاص کردیم. ناک است فعلا. ناک برازیلی. ناک برازیلی سر چنده؟ 3000 برات میاد 2000. این دیگه قیمتیش هست؟ قیمتش هم مستقلا. تربوز سر چند است؟ تربوز کیلوی 300 ایرانی. 700. از ایران آفرین از و در شرایط هستی که بر ما تربوز روان. کل میوه از ما زیادتر سامی در افغانستان است. مالتا از اوست، کیوی از اوست. راست میگی دیگه. این میال
وقتش از کی سو روان کنه و خودشون در غم جنگ هستن بیچاره دیگه میوه نمیخورن و چیزی که میوهشون هست همین طرف میاین. خیلی خوشحال شدیم برادر جان. امی یک گپ دیگه بسیار جالب که من در این منطقه متوجه شدم، بعضی کسا ایت کردن و بعضی کسا ایت نکردن. همین دلیلش چی است؟ من هیچ میسر نفهمیدم. خب ما خودم هم نفهمیدم، با خودم هم امروز روزه هستم. الله اکبر. خوب شد که فکر زمین مثال ما برابر شد. چطور که روزه هستی امروز؟ حالا خب پدرم بگم از ما نشده دیگه، پورا نشده 30 روز ما دیگه، یا ما چون دیگه دولت خیلی کنه. خب اینا آدم زیر هر پرچمی که زندگی میکنه نظر به مو دولت باز تمام پیش میره. اگه یک روز روزه هم بخوریم تمام فدیش و گناهش هم در گردن دولت میشه دیگه. همون که بس. توکل خیر خود دیگه سوایت مبارک. سوایت. خیره و صبح پیشت میایید مبارک میکنیم. و چی اشتیا دارید؟ خیر نصیبت. خدا کمت نکنه. خیلی خوشحال شدیم. شما گیت کردین بیا برای توکلش کنم. خانه تا بود بیادر. خداوند در رزق و روزیت برکت کنه. بخیر باش لولا. فردا بخیر هم کید شروع کردی. خداوند یک عید خوب و خوش برات داشته باشه که خوب سفریش. بخیر باش. خیر نصیبت. خدا کمت نکنه. بخیر باش. خیر نصیبت. خیر نصیبت. خدا کمت نکنه. از همون دور که سعی کردم کمت کردی گفتم برو کیمیایا. خوب هستی؟ جان جور. شکر خدا شما خیرتی. شکر بخیر باشید. رمضان شریف بخیر سفر. بخیر تیر شد دیگه. عید چطور شروع کردی؟ والا عید دیگه بسیار دیگه مت فوق العاده عالی، اگرچه صبحکی باران هم بود مگم بازم فضل خدا شد. نمازها رو رفتی یا نه؟ والا رفتیم نمازها. خدا من قبول کنه ریا نشه. نمازها رو رفتیم. خب در مسجد هر چی جای هم نبود، باز خدا خیر بتم همسایرم نولی خدا بیچاره ترپال گرفته بود، همونجا زیر ترپال نماز خواندیم. چی یک ثواب کسب کردمی دمی شرایط دمی وقت. یگان تا که رمضان شریف خلاص میشه میگه برو دیگه خلاص شد. خلاص باز خیر و خیرات و ثواب و کل چیز دیگه اعلام میکنه دیگه رمضان خلاص شد. خانه شاباد کردم روز دیدم اومد یک کار خیر کردم. اینجا مسجد خداری رفته بودیم. مسجد نه تام کوچه پان مسجد ازبکا میگن همونجا رفته بودیم. بیشک والا بیشکتون است. همون نزدیک بود، باز همونجا نمازهای جمعه و همونجا ادا میکنیم که ریا نشه. همونجا نمازها رو ادا میکردیم، باز دیگه همونجا رفتیم. بسیار خوب. عید مبارکی کردی؟ خانه فامیلا رفتی؟ نرفتی؟ والا رفتیم دیگه، نمیالم هم تو روان هستیم، باز خود تا دیدیم گفتیم باش ببینیم که چکر خود کالای نو تبریک باشه. زنده باشید بخیر باشید. بعضی کسا ما خود دیگه قبلا هم یادآور شدم من یک عزیز دیگه کالا بکنم، زیاد هیچ میشه خو کالا کردن نه. والا دیگه حالت زیادتر وقتا ما بلوز و پتلون میپوشم. تو یک شرایط است که اقتصاد روزگار نمیمونه. به خاطر چه دیدم که من یک دلخوشی است. به خاطر چی که چند روز پیش که ما شاهد بودیم که چندین نفرا مرد در حمله پاکستان که زدن بیچاره معتادین بیچاره را زدن. چقدر نفر شهید دادیم دیگه نمیمونه، روزگار از شرایط نمیمونه. یک کمک مشکلات هست. از یک طرف دل ما خوش نیست، جگرخون هستیم و غم داریم، و از یک طرف هم پای تحفه پروردگار است که بعد از یک ماه عبادت بر ما شما یک تحفه داده، گفته که لباس نو بپوشین، شادی بکنین، مبارکی بکنین، آشتی بکنین، خفه نباشین در بین خود. دیگه از اون خاطر نام خدا می لباسا بخی کردم چهره جنگ میکنه. زنده باشین. چی مصرفیت شماست؟ ما فعلا در یک هتل اور سیستم دیگه نمیید شد دیگه. کدام هتل است که می بچه را که یگان وقت بخیر غمش دم نزدیکی‌ها میخوریم. خدمت هستیم. هتل شاهزاده شهر میگه چارای پنتون است. کارچار. بسیار خوب. اینا دیگه کبیر جان نازنین
غم هتل تا ما خوردم. مشکل نیست، ما در خدمت هستیم. چی گفتنی و پیام برای مردم مداری؟ که یک شیرک تقدیمتان میکنیم دیگه. چقدر مزه‌دار. چقدر مزه‌دار. 2 تا شیرک تقدیم ما. میگه سوختم در کوچه های بی کسی، سنگ قبرم را نمیسازد کسی. سوختم خاکسترم را باز بود، بهترین رفیقم مرا از یاد بود. خیر نکنید خدا کمت نکنه. زنده و سلامت باشید. حسن وطندارای ما هستن، جوانای ما هستن. چقدر هم خوشش میاد که جوانای خود صحبت میکنن. اما تو جوانایی که همه تو لبشان خنده است و شاد هستن. صحبت‌های خدا می داشته باشیم. خدا کنه که تا ایدم برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. ما را بیننده باشیم که دیگه چی قصه ها داریم. مانده نباشی. چطور هستی؟ خوب هستم کاکا. جان جور است. کاکا. عید مبارک باشه. عید خودت مبارک، روزه و نمازت مبارک. روزه و نمازت مبارک. عید مبارک، روزه و نمازت قبول. زیاد اسپایدرمن خوش دارم، کستم زیاد عید نماز مبارک باشه. بشک والا. عید نمازت مبارک باشه. روزم قبول باشه. روزم قبول باشه. خدا جان ایلای پیش پدر بابا بری. تشکر از توجهتان. حالت بیا که ما تو قصه کنیم و بچه کجا روان هستی؟ از این بگو که روزه گرفته بودی یا نه؟ چند روزش گرفتی؟ 3 روز. خب تا چند بجه گرفته بودی؟ تا 6 تا شام. تا شام گرفته بودی؟ از صبح یا از چاشت؟ از صبح. خب خیلی 3 روز صحیح روزه گرفتی؟ بشک دست والا. و علیکم السلام. خوب هستی؟ جان جور عیدت تبریک، روزه و نمازت قبول. خوب هست انشالله. چی حال داری؟ کجا روان بودی؟ این طرف کار روان بودم. من طرف خانه روان بودم. خب من که تو را گیر کردم. بشک دست والا. بشک. از افغانستان قندار رفتیم. اوه بشک. ما را دستتا. ای استودیوی فراز هست. خیلی خوشحال شدیم. بری دیگه. ای بچه تو راستی بیا اینجا که ما تو یک گپ دیگه بگیریم. ایدی گرفتی تا یا نه؟ گرفتیم ما. چند ایدی گرفتی؟ 2.5 ساعت. از کی گرفتی؟ از پدرم. خب 2.5 ساعت خودت گرفتی 2.5 ساعت بیادرت؟ بشکتان هست والا. باز چی کردی پیسا را؟ پیسا چیز در خانه ما. در خانه ما. تشکر از توجهتان. برو دیگه بخیر باشی. خداحافظ. چی حال داری؟ جور هستی؟ جان جور است؟ مبایده. خب نام تا مباید است؟ این نامش هم مباید است. نام ما سلطان است. نام از یم سلطان است. خوب هستی؟ جان جور است؟ تلویزیون فراز. از این بر ما بگو که چی کار بار میکنی؟ من گاهی بود پالیشی، گاهی بود رنگی، همین جرابم میپوشم. خب حال کار نمیکنم. چی وقت کار میکنی؟ حال کار ایلا کردم شکر مکتب و مدرسه میرم. ماشاءالله بشکت یک هست. وقت میکردم یک مرسسه پیسه میتیم حال کار نمیکنم. بشکت هست والا. بشکت وقتی هست. ایدی آمدیم گفتم یک چکر دیم از رفیقای میتیجم بگیرم. بشک ایدی باز چند جمع کردی تاله؟ دوباره نکردم نه آمدم. خب بشکت هست. این خیلی دسلاف اول تا ما ایدی میتمد. صحیح است؟ باش که پیش ما اینه بیا. اولین دسلاف از طرف ما باشه. صحیح است نه؟ از ما دستم خوب از دیگه نال ما که ایدی دادم دیگه کلگی شروع میکنه ایدی دادن. چی گفتنی برای پیام برای همسنا و کودکای خودت داری؟ چی بگم منم؟ برین ایدی جمع کنی نه؟ خدا یارشون بیرقایشون بالا. بشکت است. ما را دست دیگه. برو بخیر باشی. خداحافظ. صحبت‌های خودم می داشته باشیم وطندارای نازنین. خدا کنه که برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. ببینیم که دیگه چی گپ است. من رقم اشتکای خورد که بوده بستن نخ دوستم میآید کاتشون میگم قصه کده برم. نامش چی بود بچه؟ شکر بود. بچه‌م نامش یادم رفت. دفعه دیگه باز آمد گفت نام ما اینه هست.